هر دوشیم. چجوری هر دوشیم؟ خب من ایرانی، من فارسی دیگه. نه دیگه، ببین کشورمون اسمش پارسی یا ایرانی. اگه تاریخو بدونی 100 سال ایران اسمش عوض شده. قبلش خلیج فارس میگیم دیگه، نمیگیم خلیج ایران. قبلش خلیج فارس بوده اسم کشور. زمان صفوی و زمان کوروش و هخامنشیان همه فارس بوده. خواستم حالا بهت بگم که اگه دوست داشتی بدونی. به حرف دیگه ای داری؟ حرف دیگه ای داری؟ دوست داری کشورمون دوباره پارس اسمش، دوباره تمدنش برگرده؟ آره. مردم با فرهنگ شن، با تمدن شن، بعد دیگه از این وضعیت در بیاین، ما رو همه دنیا بشناسن. آره. خب دیگه اگه دوست داری یه چیز داری، برو راجع به لیدر ریستارت بخون. لیدر ریستارت حسینیه، این شعار میک ایران گریت اگین اون را انداخته. بعد میک ایران گریت اگین رو میخواد دوباره برگردونه به اون تاریخ گذشتهش و از این وضعیت در بیاره، مردم خوشحال شن، با فرهنگشون، با دی ان ایشون، با زادگاهشون آشنا شن و دوباره فرهنگشون بزرگ شه. واقعا دوست دارم این دوباره به شروع شه، مردم مثلا یکم ترشن، مردم‌های آشغال خیلی زیاد. آره. و دوست دارم که ایران دوباره به پارس تبدیل شه. به پارسال برگرده. به پارس تبدیل شه. آره. مرسی، ممنونم. دست در نکنه.